سلام تریدرها. خب من دوباره اینجام با ویدیو جدید در مورد کنترل احساسات. من میخوام که شما همه ویدیو رو شما تا آخر نگاه کنید. خب ما شروع میکنیم. خب حالا ما در مورد احساسات میخوایم صحبت کنیم. چرا احساسات همیشه وقتی ما با پول واقعی ترید میکنیم وجود داره، اما خب ما وقتی توی دمو ترید میکنیم معمولا اکانت رو با پرافیت میبندیم در هر دفعه و اما با پول واقعی اینطوری نیست. دلیلش ساده است، چون احساسات اونجا وجود نداره. اما تو اکانت واقعی شما بیشتر نگران پولتون هستین و این پولی است که شما دارین و شما نمیخواید که پول رو از دست بدید. اما مشکل اصلی اینه که شما نمیدونی که مارکت قراره چیکار کنه. برای همینه که شما ترس درونتون وجود داره تا ببازین و دلیل این هم ساده هست، چون شما به استراتژیتون اعتماد ندارین. چون شما نمیتونید فقط به یک استراتژی اعتماد کنید، اون هم مثلا با تاییدیه یک اندیکاتور. چون مارکت فقط یک چیز نیست، یک پارامتر نیست، بلکه میلیون ها پارامتر وجود داره تا شرایط مارکت رو بتونه تغییر بده و تریدرهای خیلی زیادی وجود داره. پس شما نمیتونید صرفا با یه استراتژی ساده مارکت رو کنترل کنید. یعنی شما باید بدونید که مارکت رو نمیتونید کنترل کنید. ما هرگز نمیتونیم احساسات رو کاملا کنار بذاریم، چون ما عملا انسان هستیم و ایموشن و احساسات بخشی از زندگی ما هست. من قرار به شما بگم شما چجوری میتونید احساسات رو تبدیل کنید به یک حس دیگه. خب مطلب اول اینه که خیلی آسونه. شما باید یک مدیریت سرمایه و مانی منیجمنت پلن داشته باشین و وقتی ترید میکنید صرفا از قوانین مانی منیجمنت و مدیریت سرمایه‌تون در واقع پیروی کنید. اگر شما میخواید توی مارکت بمونید باید از اون پیروی کنید. مطلب دوم اینه که شما باید مارکت رو بفهمید. شما با پول واقعی ترید میکنین و ترید میزنین با استراتژیتون، اما شما نمیدونین که مارکت قراره چی کار کنه. شما صرفا به استراتژیتون اعتماد میکنین و این کار نمیکنه و جواب نمیده. خب من میخوام در مورد خودم صحبت کنم. وقتی من تازه شروع کرده بودم حدود $7,000 رو در واقع توی هفته اول باختم، اما توی اکانت دومو همیشه در واقع پیروز بودم و میتونستم با سود خارج بشم. اما همیشه با خودم میگفتم که تفاوت بین اکانت دوم و اکانت واقعی چیه و به این نتیجه رسیدم که دقیقاً احساسات هست. برای همین من تصمیم گرفتم از اون روز تا کاری انجام بدم تا احساسات رو بتونم تبدیل کنم. من هنوز از همون استراتژی که اون روز داشتم استفاده میکنم، اما الان شرایط تغییر کرده. من از مارکت آنالیزس و آنالیز مارکت استفاده میکنم و به کندلستیک ها دقت میکنم تا به من چی میگن و مارکت میخواد چی کار کنه و من استراتژیمو ترکیب کردم با در واقع آنالیز کندلستیک ها و این استراتژی من رو تقویت کرد و بهبود بخشید. این اکانت واقعی من هست و من میخوام به شما نشون بدم نتایجم رو و شما میتونید ببینید که این هیستوری من هست و این نتایجی است که من به دست آوردم روی اکانت واقعی. من یک تریدر خیلی کوچیک هستم و من معمولا $20 یا $1 یا $2 ترید میکنم و احساسات درون من دیگه بدون ترس وجود داره. شما نمیتونید احساساتتون رو کنترل کنید، اما میتونید اونها رو تبدیل کنید به شرایطی که خیلی درگیرشون نشید. شما باید پس اول مارکت رو بفهمید. اگر شما در واقع توی شرایطی نباشین که دانش کسب کنید و فقط اعتقاد داشته باشین به اندیکاتورها، این جواب نمیده. شما باید این رو بدونید. دانش تنها راهیه که شما میتونید توی زندگی موفق بشید، توی هر رشته‌ای. اگر شما میخواید در واقع
چیزی به دست بیارید یا موفق بشید و سود کنید، باید مارکت رو بشناسید و همه شرایطش رو داشته